اگه شما هم مثل من خسته شدید از طعم پاستاهای تکراری، پس طرز تهیه این پاستای لینگوینی برای شماست. و با درست کردن سفر کنید به دنیای طعم‌ها و رنگ‌ها. من مطمئنم که ارزش یک بار امتحان کردن داره، پس بریم تو کارش. گوجه‌هامون رو برش می‌زنیم و به آب در حال جوش اضافه می‌کنیم. ما احتیاج داریم به نون خمیری که با چرخ کرده پیاز قرمز و ادویه‌ای که داخل کپشنش هم حسابی ورز بدیم و اونا رو سرخ کنیم. و برای سسش گوجه‌های آبپز و سی رو با هم حسابی میکس میکنیم و سسمون رو به تابع از قبل آمادمون توی 2 مرحله اضافه میکنیم. حالا میریم سراغ برش گوجه‌های گیلاسی به همراه ریحونه. بعد از اینکه برششون زدیم اونا رو به همراه نمک و فلفل به سسمون اضافه میکنیم. پاستا هامونم به آب در حال جوش به مدت 10 دقیقه اضافه میکنیم. آشپزی ماجراییه که هر بار با یه طعم جدید تموم میشه و امروز این ماجرا اسمش لینگوینی بود.